درود میفرستم خدمت شما بینندگان عزیز این برنامه. موضوع این برنامه ارتباط داره به یکی دو هفته پیش که آقای رضا پهلوی در برلین نشستی داشتن و در اونجا ایشون رو در واقع به ایشون یک حمله شد که جوانی با سوس به ایشون حمله کرد. در رابطه با همین مسئله خب من یک پیامی در صفحه فیسبوکم قرار داده بودم و در رابطه با آقای ایرج مصداقی هم من اشاراتی داشتم، چرا که ایشون هم در این برنامه به این موضوع پرداخته بودن، یعنی در برنامه خودشون، و در اون برنامه ایشون حدود 10 دقیقه رو هم به من اختصاص دادن و حملاتی رو متوجه من کردن. ایشون در معرفی من گفتن که علی فیاض در قرن 21 از سینه چاکان علی شریعتی و فرقه رجوی هستند و بعد هم ادامه دادن سوابق فعالیتی منو سعی کردن برای بینندگان و شنوندگان خودشون روشن سازن. از جمله اشاره به این موضوع کردن که ایشون یعنی من حدود چند است که در جنوب سوئد زندگی میکنم و البته نه خود من و نه افراد همانند من طی این مدت کار مثبتی هم انجام ندادند و ایشان یعنی من علی فیاض با نفوذ در دوایر و نهادهای فرهنگی این کشور مانع از خرید کتاب‌های مصداقی توسط نهادهای فرهنگی این کشور شدند. از جمله ایشون به شورای فرهنگی سوئد که در اینجا کولتوررود گفته میشه به زبان سوئدی اشاره‌ای داشتن که گویا علی فیاض و امثال ایشون با نفوذ خودشون در این نهاد مانع از خرید کتاب‌های ایشون شدن و اگر کتاب‌های ایشون فروش میرفت یا میخریدند هزاران یورو که به زعم خودشون حقشون بود به جیبشون میرفت و اضافه کرد که علی فیاض و امثال اینها به دلیل مخالفتشون با عقاید من دست به چنین کاری زدن. عنوان این برنامهشون دلیل دشمنی 4 فاسد با رضا پهلوی بود که علاوه بر شخص من افراد دیگه‌ای هم ازشون اسم برد به نام فروهر که نمیشناسمش و ظاهرا از شادوستان سابق و کنونیه، امیر طاهری که معرف و حضور شما هم هست، سردبیر سابق کیهان شاهی و سلطنت طلبان منتقد رضا پهلوی در حال حاضر، و همچنین آقای منوچهر بختیاری که ایشون هم از طرفداران سلطنت هستند و در حال حاضر هم در ایران زندانی هستند، و پدر زندیات پویا بختیاری و احتمالا منتقد کنونی رضا پهلوی. من خودم به شخص با هیچ کدوم از این افراد نه آشنایی دارم نه هم علاقه به مواضع پیشین و پسینشون، اما ایرج مصداقی که خب مثل سید علی خامنه‌ای یک تکه کلام داره به نام دشمن و در بیشتر برنامه هاشون هم از دشمنان شاهزاده سخن میگه. در این برنامه هم ایشون پس از معرفی من به عنوان دشمن شاهزاده به این موضوع تاکید کردن که ایشان علی فیاض چون دشمن شاهزاده هستن به طبع دشمن من هم هست. این کلمه دشمن شاهزاده رو که هر از چنگای اونها حتی مترادف با دشمنان ایران هم به کار میبره، ظاهرا نه فقط در ادبیات آخوندیست ها بلکه در ادبیات رویالیست ها یا هم سلطنت طلبان هم کارکرد و کاربرد ویژه‌ای داره. مخالف و منتقد از نظر اینان یعنی دشمن، با دشمن هم که خب معلومه چگونه باید رفتار کرد. در رابطه با دشمنان پهلوی ایشون هم مثل علی کریمی فوتبالیست بر این باور هست که هر که با سیستم سلطنتی مخالفه 57
و در نتیجه دشمن خانواده پهلوی. ظاهراً در دایره فکری این افراد خارج از این چارچوب چیز دیگه وجود نداره و نمیتونن خارج از اون بیاندیشن. اینا فراموش میکنن که در جهان تنها یک سیستم سیاسی وجود نداره، سیستم های دیگری هم وجود دارن. فدرالیست وجود داره، سیستم های نمیدونم به ویژه جمهوری وجود داره تو دنیا که خوب میدونیم فراوان هستن کشورها. و تا پیش از این خوب میدونیم همه کشورهای جهان با سیستم های پادشاهی سلطنتی ارباب رعیتی به اون سبک اداره میشدن. یکی خان بود، پادشاه بود، بقیه مردم هم رعیت بودن و حق اظهار نظر نداشتن. اما این سیستم چون مربوط به جوامع ما قبل دوره مدرنیته و میرا بود، با پیدایش مدرنیته و دستاوردهای علمی صنعتی به تدریج از بین رفت و جمهوری ها جایگزین اون شدن و تا هم اکنون میشه گفت که کمتر از 30 عدد سیستم شاهی، شیخ نشین و سلطان نشین و این چیزا در جهان وجود داره که حالا اینا معلوم نیست تا کی بتونن دوام بیارن. بر همین مبنا خب خیلی از فعالین سیاسی نه تنها تو ایران که در بیشتر کشورها از سیستم جمهوری حمایت میکنن و رایج. البته خب میدونیم اگه سلطنت طلبای ایرانی اگه روشون میشد و منطق و استقلال به اونا اجازه میداد، فکر کنم مردم همه کشورهایی که رژیم‌های جمهوری رو ملغا ساختن و به جای اون رژیم‌ها دست به تأسیس جمهوری زدن رو بهشون میگفتن 57. و اما چند پاسخ کوتاه و مختصر. مصداقی به کنایه گفتن که علی فیاض در قرن 21 از سینه چاکان علی شریعتی و فرقه رجوی هست. من برعکس ایشون که از سینه چاکان رضا پهلوی و سیستم سلطنتی هستن سینه چاک هیچ کسی نیستم و امروز مستقل می اندیشم و البته انکار هم نمی کنم که متأثر از اندیشه شریعتی بودم و برای ایشون احترام قائل هستم و البته هنوزم در برخی از زمینه‌ها متأثر هستم و از لحاظ عاطفی نیز همچنان شریعتی رو دوست می‌دارم و بخشی از اون چی که شریعتی گفت و نوشت هم مربوط به همون دوره است. با این حال تلاش‌های وی در مبارزه با جهل و خرافات مذهبی و آخوندیسم و روحانیت و ملاها به نظر من غیر قابل انکاره و بیدلیل هم نبود که جریانات هوادار شریعتی از همون آغاز، البته اونایی که به یکی به میخ یکی به نعل نمی زدن چون خیلی ها ادعای طرفداری داشتن، از همون آغاز کنار دیگر نیروهای مخالف علیه رژیم جمهوری اسلامی و ارتجاع مذهبی به مبارزه برخاستن، زندانی شدن، شکنجه شدن و اعدام شدن مثل خیلی از نیروهای مخالف رژیم. برخی از ترم‌های اجتماعی رو هم که اون مطرح کرد هم اکنون نیز مفید هستند و میتونن تاثیرگذار باشند. نوع نگاه وی به مذهب، آخوندیسم، روابط متقابل قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و مذهب، روحانیت، رابطه دولت و روحانیت، اندیشه انتقادی، نقد سنت و مدرنیته، نفی استبداد، استثمار و استعمار و مسائل و نفی حکومت دینی مذهبی از جمله به نظرم ترم‌ها و تلاش‌های ماندگار او به شمار می‌رود. شریعتی خب نه قدیس بود و نه از شخصیتی دیکتاتور منش برخوردار بود و نه به عنوان یک اندیشمند غیر قابل نقد. او خود یک ناقد بود و معتقد به اندیشه انتقادی. اندیشه را هم همیشه میشه و باید مورد نقد قرار داد. دوگماتیسم هم نه در اندیشه او نه در اندیشه پیروانش به نظر من جایی نداشت. او خودش همواره دعوت به نقد اندیشه خودش میکرد و فکری سیال داشت
به همین دلیل هم مدام در حال تصحیح دیدگاه‌های خودش بود و حتی موردی ما داشتیم که دانشجویی میاد بهش یک نظر یا دیدگاه رو ارائه میده، شریعتی میگه چرته مثلا، و دانشجو میگه آقا این گفته های خودتونه، شریعتی میگه بله من اینو مثلا 5 سال 6 سال پیش گفته بودم، مگه تا این مدت یخ زده بودم یا مرده بودم؟ خب زندم، نظرم عوض شده. به همین دلیل هم اون همواره خودش رو هم نقد میکنه. با این توضیحات کنایه ایشون به من و سینه چاکی من برای شریعتی در قرن 20 کمی مضحک به نظر میاد. لااقل درباره شریعتی چون این چیزی مضحک، چون نه شریعتی اکنون زنده است و مواضع سیاسی مشخصی درباره شرایط کنونی داره و نه آلترناتیوی این رژیم. بنابراین اگرم من سینه چاک شریعتی باشم، شریعتی دیگه شخصا حضور نداره که من اونو تبدیل به دیکتاتور کنم یا خودش یک دیکتاتور بشه. او در عرصه اندیشه و اندیشیدن حضور داره و در عرصه اندیشه هر متفکری قابل نقد و میتوان و باید هم او رو مورد انتقاد و ارزیابی قرار داد. اما کسی که برای یک سیستم عقب مانده قرون وسطایی، اونم باقی مانده از دوره فئودالیسم و خانخانی، توی قرن 21 یقه درانی میکنه و برای مردم سرزمین ما به رهبرتراشی و دیکتاتور پروری مشغوله، بهتره به جای اتهام زدن به دیگران که خودش رو توی آینه ببینه، به جغرافیای سیاسی پیرامون خودش نگاه کنه و ببینه کجا ایستاده و در قرن 21 مبلغ و سینه چاک چه کسی و چه سیستمی است. مردم مترقی جهان همه سلطنت رو رها کردند، دنبال فکر نو هستند، دنبال حق و حقوق شهروندی هستند، دنبال جمهوری هستند، به خاطر اینکه هر شهروندی، تک تک شهروندان که از توانایی و شایستگی برخوردار باشند در رأس حاکمیت سیاسی قرار بگیرند و برای اینکه خانواده مملکت متعلق به یک خانواده نباشه و این یعنی حق و حقوق شهروندی. آقای ایرج مصداقی در آستانه قرن 21 میخواد کشور ما رو میراثخوار یک خانواده بکنه، مملکت رو بکنه در واقع ملک شخصی یک خانواده تو قرن 21. حالا من نمیدونم به کی باید کنایه زد. دوم، من هیچگاه این افتخار هواداری یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران را نداشتم، اما همیشه برای مبارزان این سازمان چه پیش و چه پس از انقلاب احترام و ارزش فراوانی قائل بوده و هستم و هیچگاه هم این رو انکار نمی کنم. همونطور که برای مبارزین چپ و سوسیالیست از هر گرایشی احترام قائل است، همینک نیز برای مبارزات 40 و چند ساله مجاهدین خلق ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی ارزش و احترام قائلم و تلاش‌ها و جانفشانی‌های اونا رو نمیتونم انکار کنم و معتقدم در جبهه اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی نیز بدون تردید این سازمان از پیگیرترین و شاخصترین نیروها می‌باشد. 3. ایشان همچنین منو به اتهام زنی و دروغگویی متهم میکنه، میگه بعد اینا مثل رژیم دارن از همون شیوه ها استفاده میکنن. اینا رو به من، اما خودشون به هر فردی که انتقادی به شاهنشاه رضاخان دوم داشته باشه با برچسب دشمن هر چه سر زبونش میاد و میخواد میگه: شیاد، کلاهبردار، شارلاتان، قزمیت، مردک، یارو، فاسد، پلید. اینها اصطلاحاتیه که مثل نقل و نبات از دهان ایرج مصداقی بیرون میزنه و دامن همه دشمنان شاهزاده رو میگیره.
ایشون حتی در یکی از آخرین برنامه‌هاشون با آقای مهرداد خانساری که فرد محترم و مؤدبی هم هست و گویا از دیپلمات‌های رژیم پیشین یعنی شاهنشاهی بوده، به جرم یک انتقاد کوچک به شاهزاده در رابطه با جنگ رحم نمی‌کنه و میگه طرف یارو داره نان سابقه اش را میخوره. یعنی به جای پاسخ منطقی با توهین و کلماتی که حالت تحقیر کننده دارن به جواب افراد میپردازه. همونطور که مثل بقیه شاه پرستان، آقای منوچهر بختیاری طرفدار سیستم پادشاهی رو که حتی در پیامش از تاریخ 2586 شاهنشاهی یاد میکنه، انواع اقسام توهینا قرار میده. این شخص خب چون این شخصی با اندیشه انتقادی مخالفه و بعد آسمون و ریسمون رو به هم میبافه برای نفی پرسش و انتقاد از رضاشاه دوم در طیف شاهدوستان، به خاطر اینکه نگرانن اینا ریزش پیدا بکنن. خب هراس کاملا مشخصه چیه، چون میره برای توجیه عدم مخالفت درون حزبی از حزب سوسیال دموکرات سوئد مثال میاره که نباید چنین کاری کرد. خب کاملا مشخصه که این ریشه در هراس از ریزش این نیروها داره، چون اونایی که از بیرون هستن مخالف سلطنت هستن، خب نظرشون سلطنت طلب، میگه آره اینا دشمنان شاهزادن، تموم شده رفت. اما وقتی که کسی که انتقاد میکنه خودش جزو دار و دسته سلطنت طلبان و شاه پرستان باشه، خب این دیگه اونا نمیتونن بگن این دشمن شاهزاده است، بنابراین حرفش روی بقیه سلطنت طلبا میتونه اثرگذار باشه و به همین دلیل میگه که حق نداری از شاهزاده انتقاد کنی، اگر مثلا طرفدار شاهزاده هستی برو ول کن، بعد برو انتقاد کن. اینا چیزایی که ایشون میگن و نشون میده که به شدت هم مخالف اندیشه انتقادی هستن در این زمینه و هم هراس دارن از ریزش این نیروها. نکته پایانی چهارم و نکته پایانی. حالا پرسش من اینه که آیا ایرج مصداقی میتونه اتهامات خودش مبنی بر این که من جلوی خرید کتابایشون رو گرفتم و مستند کنه و رد پای از من در شورای فرهنگی سوئد به دوستان خودشون در برنامه‌هاشون ارائه بدن تا مشخص بشه که چه کسی اتهام میزنه و دروغ میگه و چه کسی راست میگه. البته ایشان در یک مورد خب درست گفت توی حملاتش به من و آن این بود که ایشون یا این جمله‌ای که من به ایشون در واقع منتسب کردم مربوط به مصاحبه گری ایشون بود و من اشتباهی به پای اون نوشتم که از این بابت علیرغم توهیناش و حملاتش به من عذر میخوام. جمله طرف یعنی اون سوس پخش کنه رو بدین دست مردم یا چیزی به این مضمون از مصداقی نبود، بلکه این جمله رو مرتضی مصاحبه‌گر برنامه‌های ایشون گفت و بعد این که خب من به ایشون به کنایه گفته بودم که وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضاییه، البته خودشون بعد توضیح دادن که ایشون هیچگاه چون ادعایی ندارن، چون وکالت نخوندن، قضاوت نخوندن. من به کنایه به خاطر اینکه ایشون رو هم گذاشتن در کمیته عدالت انقلابی، بالاخره 4 نفرن، حالا روی بحث من با ایشون بود، به ایشون یه همچین کلماتی رو هم گفت. اما جمله آخر، من نمیدونم کار مثبت از نظر ایشون چیه و اگه نزدیک به 5 دهه مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی کار مثبتی نیست، پس کار مثبت چیه؟ خب هر کسی در حد توان خودش و البته من هم در حد توان خودم و این که در 2-3 دهه اولیه حضور ما تو این کشور نه هنوز اینترنت عمومی شده بود یا حداقل 2 دهه اول و نه کامپیوترها هم تو خونه ها وجود داشتن و نه این همه رسانه گروهی اجتماعی و فردی وجود داشت
تا ما مثل بعضیا در مرکز توجه قرار بگیریم و امروز کارنامه‌مون رو در دنیای مجازی به رخ بکشیم. سپاسگزارم از شما دوستان از اینکه وقت خودتون رو در اختیار من قرار دادید و این برنامه رو مورد توجه قرار